داستان شخصی شما چیست؟ باورهای شما چیان؟ چطوری بر تصمیماتتون تأثیر میذارن، شما رو محدود میکنن یا به شما قدرت میبخشن؟ همه ما یه داستان خاص برای خودمون تعریف میکنیم. داستان شما میتونه قدرت بخش باشه و یا توانایی شما رو برای ساختن زندگی مد نظرتون از بین ببره. همونطور که موجی میگه، اندیشه بدون باور قدرتی نداره. این دو در کنار هم آغازگر جنگی بزرگن. داستان شخصی شما هم به همین نحوه. باور داشتن داستانی اشتباه زندگیتون رو عذاب آور میکنه. داستانتون رو تغییر بدید تا توانمندی به شما برگرده و طی چند سال خودتون رو در حال دستیابی به چیزایی میبینید که حتی فکرش هم نمیکردین. قصه شما چیه؟ روایت قهرمانی که با اعتماد به نفس و اشتیاق به سوی اهدافش قدم برمی‌داره یا یه قربانی ناتوان؟ در مجموع هر دوی این داستان‌ها نادرستن. برای کائنات اهمیتی نداره